مقصر خودتی اگر تازه ماشین دست دوم خریدی و گیربکسش خراب شده، چون موقع خرید به این نکاتی که در ادامه میگم توجه نکردی و ماشین گیربکس خراب بهت فروختن. اول از همه کاپوتو بزن بالا، یه دستمال بردار، رنگ روغنش رو نگاه کن. اگر به سیاهی میزد نشون میده یه خرابی توی گیربکس اتفاق افتاده، اگر هم روشن بود که مشکلی نیست. بعدی رو سویچ رو بردار، بشین تو ماشین رو روشن کن، بذار توی دنده عقب و حالت درایو، ببین تقه میزنه یا لرزش داره که اگر این دوتا رو داشته باشه نشونه خرابیه. تست بعدی اینه که فروشنده رو بذار کنارت، حالت دنده رو بذار توی درایو، یه تست برو ببین ما بین دنده ها تقه یا گاز هرز داره نداره و آیا صدایی میده یا نه. برای گیربکس های AT هم حالت دنده رو بذار روی درایو، پاتو بذار روی ترمز، گاز بده، دور موتور باید تا روی 2000 بیاد. اگر بالاتر رفت نشون میده که توربین هرزه، اگر پایینتر اومد نشون میده که توربین ضعیفه و گیربکس مشکل داره. و در آخر هم واسه اینکه خیالتون راحت باشه ببرید پیش یه تکنسین که با دستگاه تخصصی چکش کنه که مشکلی نداشته باشه.